درود به همه منجیان عزیز، در خدمتتون هستم با آموزش 0 تا 100 گیتار پاپ. به نام آفریدگار زیبایی ها، با جلسه اول گیتار پاپ در خدمتتون هستم. با ساب و لاک ما رو حمایت کنید، زنگوله رو هم فعال کنید که از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید. سبک پاپ سبکی است که در آن نوازنده توانایی نواختن و خواندن را دارد، یا به زبان ساده کسی که با سازش میتونه بزنه و بخونه. الفبای موسیقی: دو، ر، می، فا، سول، لا، سی. هر کدوم یه حروف لاتین دارن و ما با حروف لاتینش کار داریم. دو میشه سی، ر میشه دی، می میشه ای، فا میشه اف، سول میشه جی، لا میشه ای، سی هم میشه بی. اسم انگشتای دست راست و چپ. دست راستمون میشه پی، آی، ام، آ، ایکس. دست چپمون 60 نگه دارنده است. از انگشت اشاره میشه 1، 2، 3، 4. قسمت‌های مختلف گیتار: صفحه جلویی، حفره صدا، روزت یا گل سرخی، گلپیدور، پایه خرک، خرک یا سدل، کاسه گیتار یا کلاف، فینگربورد یا صفحه انگشت‌گذاری، فرت، شیطونک، پیچای کوک یا گوشی. این پاشنه. اسامی مختلف سیمای گیتار: می، سی، سول، ر، لا، می. 3 تا سیم بالا، بیس یا فنری. 3 تا سیم پایین، نایلونی یا تریبل. تکنیک اول، تیراندو یا آزاد. 60 رو پشت روزت قرار میدهیم. با انگشت آی و ام به صورت آزاد زده میشه. روی هر سیمی 2 تا ضرب آی و ام. برگشتش با انگشت پی. تکنیک بعدی، آپیاندو یا تکیه. انگشت به سیم بالایی تکیه میکنه. تمرین شماره 3، مشق انگشت‌گذاری. برای گرفتن باره باید از نوک انگشت استفاده کنیم و نزدیک فرت بذاریم که صدای شفاف داشته باشه. اگر صدای فالش داشتیم، فشار انگشت رو یه ذره بیشتر کنیم، درست میشه. تمرین شماره 4، آپاگادو یا خفه کردن صدای گیتار. ما به 2 صورت صدای گیتار رو خفه میکنیم. روش اولمون کف دست. یه ضرب میزنیم، با کف دست میکوبیم روی سیما. در روش دوم، استفاده کردن از عضله دست و همزمان ناخن. وقتی ناخن به سمت پایین میاد، دست کاملا
کاملا باز میشه روی سیما.